کلاه منگوله یا این داستان من میتونم. خب حالا میرم با اسباب بازی جدیدم بازی کنیم. نه مثل این که نمیتونم خودم رو روش نگه دارم. چرا یاد گرفتم. آگی از سر را برو کنار. وای مانی برای من چی کار میکنی؟ داشتم تمرین میکردم با اسباب بازی جدیدم این ور اون ور برم، ولی انگار غیر ممکنه بتونم. این که کاری نداره، تماشا کن. نه فایده نداره. بابی چرا انداختی؟ از این یایه مسخره خسته شدم. خرابه، به درد نمیخوره. نگاه کن به این خوبی بالا و پایین میره. خراب نیست. من که نمیتونم باهاش بازی کنم. بازی با یویو خیلی راحته. تنش با مینه کانگورویی سخته. نه خیلی بازی با یویو خیلی سخته. من که دیگه سراغش نمیرم. مسخره است. هر کاری برای یک کسی سخته. خیلی کارام هست که من نمیتونم انجام بدم، ولی با تلاش و تمرین یه روز یاد میگیرم. مثلا چه کاری؟ مثلا سوت زدم. من فکر میکردم همه بلدن سوت بزنن. خب من یکی که نمیتونم. مطمئنم من و بابی میتونیم سوت زدن رو یادت بدیم. لباتو اینطوری جمع کن، بعدش هم فوت کن. نه خیر از من ساخته نیست. خب نگاه کن اوگی اینجوری. نه نمیشه، فایده ای نداره. بهار سوت زدن رو یاد بگیرم. برای این کاش میتونستم. سوت زدن رو دوست دارم. لازمه یه چیزایی رو ببینیم. پس بیاین از دریچه من نگاه کنیم. بعضی وقتا متوجه میشین انجام کاری براتون سخته، ولی مهم اینه که به تلاشتون ادامه بدید. مثل بعضی از پازلا که راحتی که هاشون پیدا نمیشه. آره بعضی وقتا حتی پوشیدن کتمونم سخته. بله بابین راست میگی، ولی باید ناامید نشیم و ادامه بدیم تا تو اون کار مهارت پیدا کنیم. مثلا بستن بند کفشم برای خیلی از بچه‌ها سخته و احتیاج به تمرین زیاد داره. ولی نگاه کنی آیا خوب بلده بند کفششو ببنده، چون بارها تمرین کرده. خب پس برام باید سوت زدن رو تمرین کنم تا شاید بالاخره یه روزی یاد بگیرم. بله درسته اوگی. ولی بعد از مدتی تمرین این کوچولو هم یاد میگیره خودش بند کفششو ببنده. بچه ها قیافه‌شو نگاه کنید، حسابی حواسشو جمع کرده. این فرفلی هم هنوز داره کتشو میپوشه. خوب به دست بردار نیست. انگار این بچه ها میخوان توپا رو بندازن طرف ما. اگه همینجور ادامه بدن شاید من بتونم یکیشو بگیرم. دیدی داشتم میگرفتم. این دختر کوچولو رو ببین، هنوز داره پازلاشو کامل میکنه. این بچه ها دارن چی کار میکنن؟ میخوان ببینن چقدر طول میکشه تا میمونشون رو یه دور اتاق بازی دست به دست بچرخونن. سرسره بازی هم میکنن. نگاه کنید اونا چه تلاشی میکنن که زودتر میمونشون رو به خط پایان برسونن. مثل اینکه این یکی نمیدونه باید چی کار کنه. راه افتاد که بره. بدو تندتر. بعضی بازی رو بهتر بلدن. انگار این یکی هم قوانین بازی رو نمیدونه. البته اگه مدت تمرین کنه یاد میگیره. تو هم ناامید نشه، بالاخره میتونی دکمه‌هاتو خودت ببندی.
دوباره برگشتیم سراغ بازی با میمون. میدونین این بچه‌ها چه کیفی میکنن که با تلاش و زحمت موفق میشن هر بار تندتر و سریعتر به نتیجه برسن. خیلی زرنگن. چه خوب گرفتش. ادامه بده تو موفق میشی. ببینی این کوچولو داره یاد میگیره چون تمرین کرده. دیگه چیزی نمونده. آفرین، بالاخره تونستی خودت بپوشیش. آفرین به تو. پازلم کامل شد. یادتون نره به تلاش ادامه بدین و هرگز ناامید نشین. هرچی باید نشونتون میدادم دادم. حالا با خودتونه که درست تصمیم بگیرید. ای بابی اینا رو واسه چی آوردی اینجا؟ داشتم با خودم فکر میکردم من نه بازی با یویو رو بلدم نه اسکی رو. فهمیدم. چطور حالا که هیچ کدوممون اسکی رو بلد نیستی با هم بریم یاد بگیریم؟ آره فکر خیلی خوبیه. بیاین بریم سراغ نقشه جادویی. نقشه جادویی ما رو ببر به پیست اسکی. وای زیر پامون رو نگاه، همه جا پر برفه. محکم بشینیم که داریم فرود میایم. وای با این همه برفی که اینجا اومده حتما خیلی زود یاد میگیریم. آخه چطوری؟ اینجا رو نگاه، خوش به حالش. شاید برای یاد گرفتن لازمه یه کار دیگه بکنی. مثلا زانومون رو خم کنیم. آگی مواظب اون درخت باش. خطر از بیخ گوشش گذشت. گمون نکنم اسکی کار راحتی باشه. امکان نداره اسکی رو یاد بگیری. معلومه خیلی سخته. من که به هیچ وجه نمیخوام امتحان کنم. راست میگی، بهتر از خیرش بگذریم و برگردیم خونه. نه، مگه یادتون رفته دوربین جادویی چی میگفت؟ اگه یه کاری برامون سخته نباید دست از تلاش برداریم. درسته، پس بیاین به هم دیگه کمک کنیم. راه بیفتیم. ممنون. چه کیفی داد. ما دست بردار نیستیم. بیاین دوباره با هم امتحان کنیم. جادوها خم. آخ جون، بالاخره موفق شدیم. چه خوب میری. واو، یوهو. نیک، دیدی موفق شدیم. داشتی ناامید میشدیم. میترسیدم هیچ وقت نتونم، ولی با تمرین زیاد بالاخره راه افتادم. راستی آگی کوش. آی بچه‌ها کمک! نمیتونم وایسم. اسکی رو یاد گرفتم. خیلی خوشحالم. آفرین به تو آگی. ولی میدونی چیه؟ هوا خیلی سرده، دارم یخ میزنم. هی بچه‌ها هی بچه‌ها شنیدین؟ سوت زدم. وای چه خوب. آگی تو خیلی زرنگی. نه فقط نمیدونم میتونم همزمان هم اسکی کنم و هم سوت بزنم. فقط یه راه داره که بفهمم. بابا تو دیگه چی هست؟ دارم تو اسکی مهارت پیدا میکنم و سوت زدنم یاد میگیرم. امیدوارم منم به زودی بتونم با این یویو درست بازی کنم. نباید ناامید شو.